یکسرن بچن باشور کردستان نزدیکی سال و 8 ماه کود سر هلبجارتنا خلا ششم آ پارلمانتویا هرما باشور کردستان را درباست به هولدان داوی نجبو آواکرنا حکومتا هرما کردستان او چالاکرنا پارلمانتویا هرمی به انجام نبونه. یعنی که هری داوی به هیویتیا خواه یا جبو هولدان نابینکاران او تفگرا پدک آنی زمان لآلیه دنجی تنبارک وک هزا زخته یا امریکای دما داوی جه پدک او ینکی را دیار کر. نزدیکی سال و 8 ماهانه که هلبجارتنا خلا ششم پارلمانتویا کردستانی بریوچویا لی حتی نها نه حکومت آوابویا و نجی پارلمانتو جوینین خواه انجام داده. ده هلبجارتنا 24 ماه 2024 انده پدکی 39 کرسیین پارلمانتوی به دست خستن یعنی که 23 کرسی و نوایا نو 12 کرسی به دست خستن لی بشه واضح دفکی یعنی که و نوایا نو لسر هف پیمانه که لحف کرنا و بریاره که دسر مهابه ده هف پیمانی خواه امزا بکن. لیبلی پدکی نه آمده کل سر بنگهاوی هف پیمانی دیگل یعنی که و نوایا نو بجوا و پوستین کابینه یا نو یا حکومت داوش بکا. دناوا دو هفتین بوریده هولدان و نو بینکاریه که زیده هات کرن دا کو پدکی و یعنی که نیزی هف ببن و دست به دانستاندن آواکرنا حکومتی بکن. پدکی و یعنی که جی دناوا خوده لسر چند آستین جودا لپشت پرده جویان. لی هموجی به انجامان. هری داوی اوفیسا سیاسی یعنی که به سروکاتیا بافل طالبانی تکلداری هولدان نواکرنا حکومت و چالاکرنا پارلمانتوی جویا یعنی که دجوینا خوده به تمامی به هیویتیا خویا جپدکی و اگر پیکارنینا حکومت نشانده. هروها بحثا هلوستا نونر امریکایش بو کاروبارین عراق و سوریه تنبارک جهاده کرن. نها هلوستا فرمیا یعنی که او کوپدک 39 کرسین وی هنا و لبرانبر جی یعنی که هف پیمانیا خوشی 39 کرسین وان هنا. او دخوازن کو پوستین حکومت نیف بنیف ور بگرن و لگل نوایا نو هف پیمانیا خو امزا بکن کل سر وی هلوستا خو گاف پاشتا ناویجن. پدک دبیجا. لحف کرن دناوبرا یعنی که نوایا نو ده نا آسایی و خوزایا. و جبو دجبرتیا پدکی هاتیا امزا کرن یعنی که نوایا نو لسر لحف کرنا خو به اصرارن حتی نوایا نو به فکاره کو او دی امزا کرنا لحف کرنه ده درن کتنا لگور آگاهیان نهاتی من یاسایی یعنی که نوایا نو با اوایی که جدا مجولی و یکینا کول دادگاه فدرال عراقی گلی لسر حکومتا دومدار یا حریمه تومار بکن دا کو سروک حکومت و حکومت جکارواره گرتن و نکاربت کارو چالاکیان بکا پدکین هاش با اکتیف کرنا پارلمانتوی هریما کردستان کاردیکا لیبلی حکومت هریمی پیشنیارا لسر اکتیف کرنا پارلمانتوی ناکا پدکی دخوازه کو که دما بری باوایی که دمکی دسته یا سروکاتیا پارلمانتوی هل بجیرا و پیش را بیانه کره لحف بکن و سروکاتیا پارلمانتوی رادستیه نکی بکن پدکی بخواسی و نه کرسی هیا یک گرتو رازی بو یک کتولی اکتیف کرنا پارلمانتوی بباو آمادهی خواه نشان بده بوی آوای کرسین پدکی دبن 46 بشک جه فراکسیونا انیا هلوست و بشک جه فراکسیونا نوایانو هروها کرسین پارتین سوسیالیست آمدن کو بجداری دانشینا یکم ببن. بوی آوائی پارلمانتو پیرانیا کرسیان جبو دانشینا پارلمانتوی مسو گردکا. لی بلی پدکی حیانها نا آمده یا ویگاوی باویجا جبرکا اول بنده یا نکیا. ده 16 وی مهیده نونری سروک امریکای یجبو کاروبارین عراق و سوریه تنبارک ها تریما کردستانی و لیگل برپرسین هریمی درباری آواکرنا حکومت ده گوتو بیش کرن. برپرسین پدکی و یعنی که هلوستا خواو سدمین پاشخصنا آواکرنا حکومت جبوی راگهاندن ویجی هلوستا داوی امریکای راگهاند. تنبارک هشیاری دایوان کو دوی دیده مکانیزیک ده حکومت آوا ببا. بتایبتی هاتیا دیار کرن کو اگر حتی مها ایلونا ایسال حکومت نه آوا کرن او پیشگیری حکومت عراقی بکن کو تو دانستاندنه که به حکومت نهای هرمیره نکا. پشتی شکستنا همو هولدانو نو بینکاریان جبونی ذکرنا پدکی و یعنی که لگوری هنک آگاهیان. هولدان هیا کوشانده که بغداد سردان هریما کردستانی بکا دا کو هر دو آلیان نیزی هف بکن هولدان نواکرنا حکومت هریما کردستانی گهشتیا لوتکه آسیبونه اف روش جالی سیاسی و ریوبریه و پرسکره که جبو حکومت عراقی جی آوادکا جبر کو حکومت عراقی دانستاندنا به هریمیره روبروی آستانگین قانونی و ریوبریته گر اف روش بوی آوایی دوام بکا تی پیش بینی کرن کو بغداد دانستاندنا به حکومت نهایا هریما کردستانی را به تمامی قطب بکا